إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. آیا سوره اخلاص همین خبر درست است که وقتی که خواند او را انسان گویا که سه یک قرآن خوانده باشد؟ یعنی که قرآن سه تقسیم کنیم. اگر مثلا وقتی یک بار قل هو الله را میخواند است همچنان که همون یک قسم قرآن خوانده باشد، یعنی که سه یک قرآن خواندگی باشد. آیا این خبر درست است یا نه؟ این روایت از روایت اومدگی هست از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله که میفرمایند من قرأ قل هو الله احد فكأنما قرأ ثلث القرآن. هر نفری که بخواند قل هو الله احد را که سوره اخلاص را همچنان که خوانده باشد سه یک قرآن را گفته. این به همین لفظ اومدگی است روایت امام احمد حنبل و نسائی. و در روایت بخاری اومدگی هست نیست که یک مرد گمان میکرد و فکر میکرد که همین قل هو الله سوره کوتاه هست و ثواب زیادی ندارد گفته. وقتی که این مرد پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله این خبر رسیدش و پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله گفت که قسم والذی نفسی بیده، قسم به ذاتی که نفسم به دستی اوست، اینها یعنی که همین اینها گفتن که همین سوره اخلاص در نظر دارد که البته برابر میشه ثلث قرآن را. یعنی که این لفظ بخاری هست، یعنی که همین یک مردی بود که در زمانی بگیم همون صحابه اون سوره اخلاص را بسیار میخواند. این مرد فکر کرد که این سوره کوتاه است و ثوابش کم است. گفته وقتی که صبح کرد نزد نبی صلی الله علیه و آله اومد و ذکر کرد همین کاری همین مرد که بسیار قل هو الله میخواند، گفت یک سوره کوتاه یعنی که ثوابش شاید کم بده. گفته که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله اون گفتن که نگفت اون سوره اخلاص سوره قل هو الله احد اون یکی از سوره های هست که برابر می شود سه یک قرآن را، یعنی که تو پس نشمار ثواب اون را. در تفسیر این قول در تفسیر بگیم سوره قل هو الله مفسرین میفرمایند که از اینجا فهمیده می شود که اگر یک نفر 3 مرتبه گرامی بخواند گویا که قرآن ختم کردگی باشد، میخواد ثواب زیاد دارد. یعنی که لفظ تفسیر همین است که لمن قرأ من وقتی که انسان که بخوان همین از اجر مثل اجر انسانی هست که خواندگی باشد چرا قرآن پر. یعنی وقتی انسانی که 3 بار میخواند گویا اینکه ختم قرآن وارد ثواب میگیرد، یعنی که ثوابش بسیار بزرگ است. یک نفر یک بار میخواند ثلث قرآن را میگیرد. جواب همین است که این حدیث ها و این خبرها صحیح هستند که قل هو الله سوره اخلاص ثلث قرآن است و 3 بار تکرارش کرد ثواب اجری ختم قرآن را میگیرد. اما یک نفری که خودش قرآن را میخواند و با تجوید و ترتیل قطعی میخواند اون در هر یک حرفش 10 ثواب میگیره. با فضیلت این با بلند است خیلی. والله اعلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.